خب سلام، میکائیلم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام در مورد دیپ لرنینگ صحبت کنم. میخوایم ببینیم دیپ لرنینگ چیه، از کجا اومده، از کجا الهام گرفته شده و چه مسائل و کاربردایی داره و کجا استفاده میشه. بریم اولی تعریفی داشته باشیم از دیپ لرنینگ. ببین، ما اگه یادتون باشه تو این ویدیو که در مورد دسته‌بندی حوزه‌های هوش مصنوعی صحبت کرده بودیم، گفتیم که عملاً دیپ لرنینگ زیرشاخه‌ای از ML، ماشین لرنینگ. و یه تعریف کلی دیپ لرنینگ این مدلیه که هر جایی ما توی ماشین لرنینگ از شبکه عصبی مصنوعی artificial neural network استفاده بکنیم، عملا داریم توی حوزه دیپ لرنینگ فعالیت میکنیم، حالا یه کاری انجام میدیم. آقای جفری هینتون یه دانشمند همین حوزه دیپ لرنینگه و یه جمله معروفی داره که این جمله میاد ویژگی که الان میخوام بیانش کنم اینه که دو سه تا مرزبندی و تعریف قشنگی رو برای ما ارائه میده که توی خب برای مبحث دیپ لرنینگ مهم و پایه‌ایه. آقای جفری هینتون میگه که دیپ لرنینگ در واقع الگوریتمیه که از لحاظ تئوری هیچ محدودیتی نداره. خب همینجا ما میتونیم اینو دریابیم که در واقع این در واقع ANN ها یا همون شبکه عصبی مصنوعی، این عملا از همون شبکه‌های عصبی انسان الهام گرفته شده و به خاطر همین هم از لحاظ تئوریش محدودیتی نداره، چون سعی کردن اونو پیاده سازی کنن و اونم عملا محدودیت خیلی زیادی نداره توش. و این نکته هم خیلی مهمه که فعلا از لحاظ تئوریه، حتی هنوزم که هنوزه ما نمیتونیم بدون محدودیت یادگیری انجام بدیم توی حوزه دیپ لرنینگ. خب و خب این از لحاظ تئوری بود. در ادامه میگن که هر چقدر شما دیتاهای بیشتری در اختیارش قرار بدیم و زمان بیشتری بذاریم که مدل یاد بگیره و آموزش ببینه، خروجی بهتری خواهند داشت. اینجا هم دو تا نکته مطرح میشه که دیتاهای هرچی دیتامون بیشتر باشه خروجی بهتره و باید هم بیشتر باشه از حالا الگوریتم‌های ابتدایی تر ML و همینطور وقت بیشتری هم میخواد برای آموزش و ترین شدن خود الگوریتمش. حالا میخوایم بریم ببینیم که چه دسته‌بندی‌هایی داره، تو چه حوزه‌هایی در واقع کاربرد داره این دیپ لرنینگ. یه نکته که قبل اینکه بریم واردش بشیم باید بگم اینه که این حوزه‌هایی که میخوایم بگیم تقریبا، حالا غیر از جنریتیو AI که حالا میخوایم بهش وارد بشیم، اون حوزه‌هایی که قبلش میخوایم بگیم عملا بودن. یعنی اینطوری نبوده که خود دیپ لرنینگ وقتی مفهومش حالا ایجاد شده و توسعه داده شده اینا تازه این حوزه بیان چیز کنن. نه، بودن توی ماشین لرنینگ، توی بحث ماشین لرنینگ و با الگوریتم‌های دیگه‌ای در واقع حل می‌شدن و وجود داشت الگوریتم‌های دیگه‌ای برای اون مسائل. ولی ویژگی دیپ لرنینگ همون شبکه‌های عصبی مصنوعیه، یعنی هنر و خلاقیت اونجا بوده و همون باعث جهش خیلی خوب و قابل قبولی شده تو این حوزه. بریم اول به حوزه‌اش بپردازیم. خب یکی از حوزه‌ای که توش دیپ لرنینگ مطرح و استفاده میشه همون NLP یا Natural Language Processing، پردازش زبان طبیعیه. و خب توی این حوزه ما میایم به درک و تحلیل متنا میپردازیم، سعی می‌کنیم متنا رو بتونیم درک کنیم، تحلیل کنیم و اینجور مسائل رو باش حل کنیم که حالا میگم در ادامه وقتی جنریتیو AI رو گفتم که این دیپ لرنینگ چه فرقی تو این ایجاد کرده. یه حوزه دیگه کامپیوتر ویژنه که بینایی کامپیوتری میشه. توی بینایی کامپیوتری ما با تصاویر، از اونجایی که از اسمش مشخصه، ما با تصاویر سر و کار داریم. میایم تصاویر رو تحلیل میکنیم، درک میکنیم، بعد تحلیل میکنیم و اینجور مسائل رو حل میکنیم توی این حوزه که خب اینم شبیه همون NLP. در آینده میفهمیم چه فرقی دیپ لرنینگ ایجاد کرده. حوزه دیگه مربوط به پردازش صوت، speech and audio processing. و تو این حوزه هم همونطوری که دوباره از اسمش پیدای، ما با صوت ها کار داریم، با پردازشش، درکش و تحلیل همین صوت ها. جنریتیو AI که خب خیلی جدیدن احتمالاً شنیده باشین، میشه
در واقع هوش مصنوعی مولد. این خیلی انقلابی طور عمل کرده توی در واقع بحث دیپ لرنینگ و باعث شده ما به یه جاهای خیلی جذابی که الان وایسادیم درش برسیم. جنراتیو ای آی در واقع میاد توانایی ساختن همه اون موارد بالا رو به هوش مصنوعی میده. اینکه تو NLP خب تا حالا میتونستیم درک کنیم با الگوریتم‌های پایه‌ای، حالا ماشین لرنینگ میتونستیم درکش کنیم، تحلیل کنیم زبان طبیعی در واقع انسانو. حالا ما میتونیم بسازیم، تولید کنیم، یعنی متن رو تولید کنیم بر اساس همون زبان انسان. و خب اینو عملا کجا میتونیم ما ببینیم؟ ما توی چت جی پی تی و بقیه پروداکت های شبیه این که خب الان خیلی زیادن، در واقع چت بات رو میتونیم ببینیم که متن رو تولید میکنه هوش مصنوعی. و یا مثلا توی کامپیوتر ویژن دوباره ما میتونیم تو همین هوش مصنوعی ها ببینیم که برای ما قابلیت اینو دارن که عکس، تصویر عکس، فیلم، ویدیو، اینجور چیزا تولید بکنه. و دوباره توی همون پردازش صوت هم همینه، دوباره توانایی اینو دارن که برای ما سورس های مختلف از آهنگ و اینا بگیر تا واقعا یه صدای شبیه سازی شده انسان تولید بکنه. و جنراتیو ای آی اینجا خودش نشون میده و قدرت اصلی در واقع دیپ لرنینگ رو میاد نمایان و فاش میکنه که این توانایی رو میده به هوش مصنوعی که بیاد حالا که مثلا میتونست تا اون موقع زبان طبیعی رو درک کنه، میتونست تصاویر رو درک کنه، میتونست در واقع صوت و تحلیل رو درک کنه، حالا بیاد بسازه اینا رو. و این خیلی خب ویژگی جذابیه که در عمل یه نکته‌ای هم که هست، اون هم NLP هم آدیو پروسسینگ هم نمیدونم کامپیوتر ویژن، اینا همشون خب گفتیم قبل دیپ لرنینگ هم بودن، یه سری الگوریتم‌های تو ماشین لرنینگ بودن براشون و خب اون الگوریتم‌ها یکی دو تا هم نیست، خیلی زیادن و زیاد بودن. و نکته اینه که وقتی دیپ لرنینگ اومد و اون ایده انقلابی جالبش رو مطرح کرد که شبکه‌های عصبی انسان رو بیایم شبیه سازی کنیم و مصنوعیش رو شبیه سازی کنیم و بسازیم، این باعث شدش که الگوریتم‌های بهینه‌تر و پیشرفته‌تری ما بتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم و در واقع توسعه بدیم. و بعد این حالا پایه شد که وقتی جنراتیو ای آی ایدهش اومد و پیاده سازی شد، تونستیم به اینجایی برسیم که حالا بسازیم این موارد و صوت و تصویر اینجور چیزا. و کلیت در واقع کلیت دیپ لرنینگ یه همچین موضوعاتی بودش. یه بحثی هم که هست توی حالا بخش قبلی، ویدیوی قبلی که در مورد انواع یادگیری توی یادگیری ماشین و اینا بحث کردیم بود، این بودش که ما مثلا اومدیم گفتیم که سوپروایز لرنینگ فلان الگوریتم و فلان الگوریتمش مثلا هستن تو این حوزه. یه نکته‌ای که هست، صرفا اون دوتا الگوریتم نیستن که اونجا بیان شده، هزار الگوریتم میتونه باشه. من شما الان میتونیم بشیم اگه دانشش رو به دست بیاریم بشیم یه الگوریتم طراحی کنیم برای این حوزه. بس اینه که اون دوتا الگوریتم به عنوان دوتا الگوریتم حالا ابتدایی و سادهش که تقریبا خیلی همگی رو در واقع معروف و اینا بیانش کردیم، وگرنه خیلی الگوریتم دیگه هست. توی دیپ لرنینگ هم بحث همینه، میتونه هزار الگوریتم مختلف وجود داشته باشه و ما هم میتونیم توسعه‌اش رو بدیم. تقریبا میتونیم بگیم که تا اینجا توی این 3-4 تا ویدیوی اخیر کانال ما اومدیم صرفا این سری چیزای کلی رو مطرح کردیم و یه مرزبندی‌های کلی برای خودمون اومدیم تعریف کردیم و یه دید کلی به دست آوردیم از داستانی که توی حوزه حالا هوش مصنوعی هست، داستان‌هایی که توی حوزه هوش مصنوعی هست. منتها از اینجا به بعد قراره فعالیتمون خیلی جالب‌تر بشه. حالا قراره بریم یکم عمیق‌تر بشیم. یه صرفا نمی‌گیم بگیم این دیپ لرنینگ اینا مثلا توش هستش و اینا رو حل می‌کنیم و این کار رو می‌کنیم و خداحافظ. نه، از اینجا به بعد قراره مثلا توی دیپ لرنینگ توی مثلا بخش نمیدونم کامپیوتر ویژنش فلان الگوریتمش ریز بشیم و ببین اون الگوریتمش چیه و بحثا رو می‌خوایم تخصصی تر بکنیم. ولی خب لازمی اون بحث‌های تخصصی این بودش که این بحثایی که تا الان گذروندیم رو بگذرونیم. پس دیگه فعلا همینجا تموم می‌کنیم تا ادامه ویدیوها که می‌خوایم تخصصی تر بشیم و عمیق‌تر.
خیلی خوشحالم که اولا تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. از یه طرف خیلی خوشحالم که تونستیم بالاخره این ابتداییات رو سریع بگیم و بریم وارد بحث‌های اصلیمون بشیم و تخصصی تر یاد بگیریم مطالب رو. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین، برای دوستان و آشناهاتون بفرستین، کانالمون رو سابسکرایب کنین و منتظر باشین که در آینده ویدیوهای جذابتری خواهیم داشت. دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوهای بعدی. خداحافظ.